سلام، به چنل من خوش اومدید. تا حالا شده فکر کنی کاش میشد با غذا خوردن لاغر شد؟ باید بگم بله میشه. با خوردن مواد غذایی که کالری کمی دارن اما باعث افزایش سوخت و ساز بدن شما میشن ممکنه. قهوه. خوردن روزانه قهوه اگر آلرژی ندارید به کافئین منجر به افزایش سوخت و ساز بدن شما میشه و همچنین با انرژی که به شما میده باعث تحرک بیشترتون خواهد شد. دارچین. این ادویه در غذاهای مختلف ایرانی استفاده میشه و همچنین چربیسوزی بسیار بالایی داره. پس از این ادویه غافل نشید. خیار. خیار با وجود اینکه کالری خیلی کمی داره اما منجر به چربیسوزی زیادی میشه و همچنین باعث کاهش اشتها هم میشه. لیمو. لیمو به دلیل خاصیت اسیدی که داره به همراه آب ولرم به صورت ناشتا منجر به پاکسازی روده های شما میشه که باعث کاهش وزن خواهد شد. آب. به دلیل لزوم وجود آب برای هضم چربی ها در روده، پس آب میتونه یکی از بهترین و ارزان‌ترین گزینه برای لاغری باشه.